به نام نامی حق یاران جان درود. به دنیای ادبیات با سهراب قشلاقی خوش آمدید. اما عنوان ویدئوی امروز به کار بردن واژه بدترکیب بر علیه. آیا به کار بردن جمله های زیر صحیح است؟ جمله اول: صدای مردم سالها بر علیه سکوت تحمیل شده طنین انداخت و دیوارهای ترس را شکست. جمله دوم: او قلم را برداشت و بر علیه جهل و تاریکی واژه‌هایی نوشت که هنوز هم روشنی می‌بخشند. و جمله سوم: او تمام عمرش را صرف مبارزه بر علیه تبعیض و نابرابری کرد. آنچه اهمیت دارد این است که تا قلم در دست می‌گیریم، بی آنکه بخواهیم و بدانیم، با تقلیدی کورکورانه و بی‌پایه و اساس واژه‌ها و ترکیب‌های نادرست زبان‌های بیگانه را به کار می‌بریم و یا به گونه‌ای آن را عوض می‌کنیم که شیوه معمول و رایج هیچ زبانی نیست. یکی از معروف‌ترین مثال‌ها در این مورد استفاده نادرست از واژه بر علیه میباشد. باید بدانیم که به کار بردن واژه بر علیه نادرست است. اما چرا؟ چون معنی کلمه علیه یعنی بر او یا بر ضد او. پس وقتی میگوییم و مینویسیم بر علیه، معنی آن می شود بر او یا بر ضد او، که به طور کامل اشتباه و نادرست است. اما بهترین عبارت را در مورد استفاده از بر علیه دکتر پرویز ناطل خانلری در کتاب دستور زبان فارسی خود گفتند که این ترکیب زشت را بی‌ثبات‌های اخیر درآوردند، وگرنه در تمام ادبیات فارسی ترکیبی به این بدترکیبی نیست. نتیجه: به جای کلمه بدترکیب بر علیه باید گفت به ضد بر ضد و یا به خلاف بر خلاف و در نهایت علیه و امثال آن. دنیای زبان فارسی پر از رازهای شیرینه که با آگاهی کامل و استفاده صحیح شیرینی آن دوچندان می شود. اگه این ویدیو براتون مفید بود، کانال ما رو دنبال کنید، زنگوله رو فعال کنید و نظر بدید که ویدیوی بعدی ما موضوعش چی باشه. چون در کانال دنیای ادبیات با سهراب قشلاقی با آغوش باز پذیرای راهنمایی‌ها و انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. ویدئوی بعدی ما رو از دست ندید. خداوند یار و نگهدار همه شما باشه.